تمام اون چیزی که باید یاد میگرفتم و از همین دوره 0 تا 1000 استاد آهنگری یاد گرفتم. اون استرسه، اون استرابه، اون که چطور بتونی خودتو کنترل کنی، اون به نظرم اون مهمتره. بعد میدیدم که معاملم اومده تو سود، بعد دوباره تریدش یه معامله دیگه باز میکردم. این چرخه همینطور ادامه داشت. من روز اول حسابو به $300 رسونده بودم، یعنی اینقدر معاملات خیلی بدی باز کرده بودم. چه خبر؟ سلامتی. برداشت زدین چسبید؟ بله خیلی زیاد. چیه حسابی که دارین؟ پرو تریدر. حساب پرو تریدر چند کاه؟ 1000 1 کا. آها، حساب پرو تریدر 1 کا داریم. بعد 1 کا بخواد باشه پس 100% برداشت اولشه. برداشت اول بخواد باشه 10% تا هولوش 50-60 دلار برداشت زدین، درسته؟ بله میتونستم بیشتر برداشت بزنم، ولی خب یه معامله خیلی طاقت فرسایی روی طلا داشتم که باعث شد زود یه ببندینش. مقوله. دقیقاً. کار منطقی کردیم به نظر من. دقیقاً. چون وقتم سرمایه است دیگه. سرمایه وقتی خوابیده بالاخره توی درسته. معامله زمان داره از دست میره، باید نقدش کنی بره پی کارش. بازار نباید خیلی بتونه سرمایه شما رو بخوابونه. دقیقاً. چند وقت ترید میکنی خانم لنگرودی؟ تقریبا 3 ساله که همزمان هم آموزش هم ترید میکنم. 3 ساله که هم آموزش میبینین هم ترید میکنین. بعد داستان از کجا شروع شد؟ چی شد که اصلا شما این سمتی اومدین؟ شروع کردین به این والا بازار و یکی این از داستانا؟ دوستام تو این کار بودش، بعد با هم صحبت کردیم، بهم پیشنهاد داد، ویدیوهای آموزشیشو برام فرستاد. نگاه کردم، خیلی برام جذاب بود، دوست داشتم که تو این حوزه فعالیت کنم. خیلی هم حساب از دست دادم، کال شدم، اما مصرانه دوست داشتم که ادامه بدم. بعد یه لحظه من اینو ببندم صداش نیاد اذیتمون. البته ببندم هم یه دانلود دارم اون کنسل میشه. بذار بیاد دیگه، چاره نداریم. بذار باش. بعد گوشی رو میشه یه جا فیکس کنی که تکون نخوره، کیفیت مصاحبه بره بالاتر؟ روی میزی، تاقچه‌ای، چیزی به یه چیزی تکیه بدی؟ خب الان اوکیه، خوبه؟ فقط یه ذرم بیاریم بالاتر که سرتون توی 1/3 بالای کادر باشه. آره اوکی. خیلی پایین رفت. یه ذره برگرد. عالی عالی، الان خیلی خوب. مرسی. مرسی از شما. بعد اون اول کار گفتین دوستتون یه پک آموزشی بهتون داد. میشه بپرسم چه آموزشی بود؟ با چی شروع کردین؟ آموزش پرایس اکشن بود، از استاد بود. نگاه کردم، بعد همچنان ادامه دادم تا اینکه توی اینستاگرام استاد آهنگری رو پیدا کردم. بعد دوره 0 تا 1000 رو دیدم، خیلی برام جذاب بود، خیلی دوست داشتنی بود. پرایس اکشن خیلی یه مقدار برام گیج کننده بود، اما سبکی که استاد آهنگری معرفی کردن احساس میکنم خیلی راحت‌تر میتونم تو بازار فعالیت کنم، بهتر بازار رو میفهمم. درست. بعد از همون اول وارد فارکس شدین؟ هیچ بازار دیگه ای مثل بورس ایران یا کریپتو رو هم تجربه کردین؟ نه، از همون اول اومدم وارد فارکس شدم. بعد 3 سال پیش به نظرم حسابای پراپ خیلی رایج نبود. با حساب ریل شارژ کردین برای کار کردن یا دمو کار کردین؟ نه، من همیشه حساب ریل شارژ میکنم، کار میکنم، چون اصلا دمو نمیتونم کار کنم. انگار هیچ جذابیتی برام نداره، چون اون سود و ضرری که میگیرم در واقع خود واقعی انگار نیست. خیلی آرامش داری، خیلی انگار برات مهم نیست سود و ضرر کردنش، ولی حساب ریل که کار میکنی، اون استرسه، اون استرابه، اون که چطور بتونی خودتو کنترل کنی، اون به نظرم اون مهمتره. بعد یه جا گفتین که متاسفانه چند تا حساب از دست دادین. میخوام بدونم که حالا چند تا حساب از دست دادین؟ مثلا یه عدد میشه بگین؟
خیلی زیاد، اما سرمایه هایی که همش هم که داخلش ریل بوده با گذاشته، این تفاسیر دیگه. آره همشون ریل بوده. حسابی که از دست دادم، ولی چون سرمایه زیادی نداشتم، شاید تا الان حسابی که از دست دادم به $1000 هم نرسیده. خب یعنی کم حسابای کم شارژ کوچیک کردم. کوچیک ولی تعداد زیاد. بعد بله. حالا خیلی زیاد یعنی مثلا 10 تا 20 تا 50 تا چند تا مثلا 20 تا. 20 همین 30 20. تا حساب چون 15 که سرمایه از دست رفت. کمه. نه اوکی، حساب 15 که از دست رفت احساس نکردین که آقا من دارم آب در هاون میکوبم، دارم وقتم رو تلف میکنم، این بازار مال من نیست، اصلا شاید کل بازار اصلا بنیان در ناکجا آباد داره، این حس رو نگرفتین که آقا من دارم بی خودی وقتمو هدر میدم، زندگیمو هدر میدم، ولش کن؟ شاید همون روزی که اون لحظه‌ای که حسابو از دست دادم این فکر به ذهنم رسید، اما بعدش که اون حس و حال هیجان و عصبانیت و اینا همه خوابید، وقتی خوب فکر کردم روی معاملاتم فکر کردم، متوجه شدم که ایراد کار من کجاست. هر دفعه سعی کردم اون ایراده رو برطرف کنم. دوباره برمیگشتم آموزش‌ها رو نگاه می‌کردم، می‌دیدم که کجای کارم اشکال داره. ولی صحبت‌های استاد تو قسمت‌های روانشناسیش خیلی کمک کننده بود. اینکه یه قسمتی برگشتن گفتن که حسابت اگه 10%، 20%، حتی 50% حسابت از دست رفته، حسابو نگه دار، معاملت رو ببند، اون حسابو نگه دار، برو چند روز بعد. در صورتی که قبل از اینکه من اینا رو ببینم، این آموزش‌ها رو ببینم، واقعا انگار لج می‌کردم با بازار. میگفتم اب نداره، این پولی که از دست رفته بذار کل حسابم بره، مهم نیست برام. دقیقا دقیقا همین همون اتفاق میفته. صحبتایی که استاد تو دوره‌های روانشناسی می‌کردن، دقیقاً انگار خود من بودم اون لحظه که داشتن توضیح میدادن. آره، اصلا دلیلی این که بر دل می نشیند اینه که همون کانسپت توی ناخودآگاه شما هست، داره راجع به یه چیزی حرف میزنه که خودت میدونی، منتها خب یه ذره عملگرایی کمتره. میخوام بدونم خب حسابای اولی که از دست رفت، از اون مثلا 20 تا حساب، اون 10-15 تای اول شاید تازه کارتر بودین و خلاصه طبیعیه دیگه، این اتفاق برای همه میفته. منتها بعدترها مثلا تو حسابای بعدی که 15-20 تا درس هر کدوم توی هر از دست رفتن هر حسابی یه درسی گرفتین، حساب 25 30 اون اواخر که حساب از دست میرفت، سر چی میرفت؟ چی میشد که اون با اینکه یه مقداری تجربه دارین، یه چیزایی یاد گرفتین، ولی با این حال حساب از دست میره؟ یه با تجربه چی میشه که حساب از دست میده؟ اون ترس از دست دادن است. چون حسابای زیادی از دست دادم، چون پول زیادی از دست دادم به نظر خودم، حالا شاید زیر $1000 خیلی پول زیادی نباشه، اما برای من زیاده. آقا چون پول اون پول زیادیه، رو برای از همه دست دادم. زیاده، دلار 80,000 آره تومنه. دقیقا، چون اون پول رو از دست دادم توی معامله، با اینکه میدونستم معاملم برمیگرده، اما به محض اینکه میرفت تو ضرر، نمیخواستم ضرر رو بیشتر کنم، معامله رو میبستم دستی. بعد میدیدم که معاملم اومده تو سود، بعد دوباره تریدش یه معامله دیگه باز میکردم. این چرخه همینطور ادامه داشت. یعنی اون پایبنده به استراتژی نبوده، به خاطر اون ترسه بوده. یا بعد مثلا معامله می اومده توی سود، با همون سود کوچیک قانع می شدم، می اومدم بیرون، بعد می دیدم دقیقاً عین تحلیل من، عین استراتژی من داره جلو میره، بعد دوباره نیمه های راه دوباره می اومدم وارد معامله می شدم، باعث می شد ضرر. یعنی یه مخلوطی از هم فومو هم اوورترید، جفتش دقیقاً. همزمان. بعد خب دیتا میگرفتین از بعد از اینکه کار از کار گذشت، بعد مثلا فردا روز، یه هفته بعدش، که بشینین ببینی این تحلیلی که من اول کرده بودم چند تاش درست بود، چند تاش واقعا درست پیش بینی کرده بودم، این چنین دیتایی رو استخراج میکردین برای خودتون؟ بله. بعد چه چون شکلی بود مدت مثلا اگر معامله رو نمیبستیم ویریتش چطور بود؟ اکثر معاملاتی که با ضرر بستم ویرایت خیلی خوبی داشت. شاید یعنی به بگم اون استاپی که اول 60-65%. تعیین کرده بودین قرار بود نرسه و برگرده بره به اون تارگتی که اول تعیین کردیم به اون برسه. بله دقیقاً. بعد این باعث میشد اعتماد به نفستون بیشتر بشه؟
100% همین باعث شده که تا امروز دارم ادامه میدم. یعنی دقیقا یه جایی گوشه ذهنت میدونی که آقا من بلدم، بازارم که خب سود میده، گاهی داده، مطمئنم که اگه درست کار بکنم میده، پس بذار من برگردم ایشالله این بار که میتونم حقمو بگیرم از بازار. دقیقاً. بعد حسابی که توی پراپ شرکت کردم انگیزه رو بیشتر کرده، چون زمانی که وقتی یه پولی رو از دست میدی توی بازار، دوباره که میای شروع بکنی پس ذهنت این هستش که تو بخوای اون پولی که از دست دادی و دوباره به دست بیاری. ولی چون شارژ پولایی که میکردم توی حسابای ریل، حساب جدیدی که باز میکردم پول شارژ میکردم، چون پولام کوچیک بوده، سودای کوچیک میگرفتم، اون شکسته رو جبران نمیکرده. اما توی پراپ که شرکت کردم اون سودایی که میگیرم برام خیلی معقولتر و دلنشینتره. یعنی اگه مثلا 3 تا معامله در روز انجام بدم اون سودش برام خیلی چیزه، مثلا برام کافیه، برام بسته دیگه، نیازی بیشتر معامله کنم. ولی قبلا چون حسابم کوچیک بود، پولش کم بود، هی معامله زیاد میکردم که اون سوده یه مقدار مبلغش بالاتر. بله خب دقیقا یه محاسبه‌گر ذهنی داریم که دو تا 4 تا میکنه، میگه من انقدر درآوردم، به این دردم میخوره، به این دردم نمیخوره، میخوام چیکار، $20 $30 رو به دردم نمیخوره، پس بذار بیشترش کنم که بتونم فلان چیز رو بخرم و یه سیکل معیوب شروع میشه به وجود اومدن. دقیقا این مدیریت سرمایه کردن توی حسابایی که پول زیادتر میذاری توی حساب، اون مدیریت سرمایه خیلی بهتر تا حسابای با شارژایی که کوچیک انجام میدی. بعد این حسابی که الان دارین چندمین حساب پراپتونه؟ دومی. قبلی چی بود؟ یا بعدی یا چی؟ قبلی هم پرو تریدر بود، هم یکا بود، ولی اون همون روز اول از دست دادم. ای بابا. بعد خب این دومین حساب پراپتونه، چند وقته که حساباتون چه ریل چه پراپ؟ از شرکت های دیگه هم حساب دارین؟ نه، حساب پراپ اولین باریه که دارم شرکت میکنم. دومین بار دیگه عملا این یعنی؟ دقیقا. خب توی شرکت شما دومین بار، ولی کلا تو در زندگی کل خب چند وقت حساباتون افتاده تو غلطک سود، تو چرخه سوددهی، دیگه اون شکلی ضرر نمی‌کنین، دیگه اون شکلی حساب از دست نمیره؟ از وقتی که حساب پراپ باز کردم. آها، پس پراپ باعث اون اومدن اون نظمه شد. و این دقیقا دقیقا. شاه کلید همه اینا اون نظم است. دقیقا. وقتی که یکی هست بالا سرت که مجبورت میکنه پایبند باشی به اون داستان، و همین بحث کلیشه‌ای مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه، انقدر همه جا گفته شده که تبدیل به کلیشه شده، ولی واقعا طلا همینه، اصل جنس همینه، یعنی همینه، فقط هیچ معجزه عجیب و غریبی در کار نیست. مثلا کافیه مثلا نهایتا 2%، وقتی که استاد بنده خدا گلوشو پاره میکنه داد میزنه که میگه بیشتر از 2% حق نداری ریسک کنی، همینه دیگه. 2% یعنی خیلی زیاد. من نمیتونم تصور کنم 2% ریسک توی یه دونه معامله. واقعا اصلا از توان تحمل ظرفیت ذهنی من خارجه. توی حسابی که واقعا باشه، حساب سرمایه‌ام باشه، حسابی که جدیه برام، شاید داره حساب کوچیک برای تخلیه کردن هیجانات و حساب دمو و حسابای تفریحی، آره آدم انواع اقسام استراتژی ها رو میاد میخواد تست بکنه، همه مدل معامله میزنه، ولی حسابی که جدی باشه، واقعا پول توشه، مهمه، داری به صورت حرفه‌ای روش کار میکنی، من نمیتونم تصور کنم ریسک بیشتر از حالا 1.5، تازه 2 هم خودش خیلی زیاده. درسته. دقیقا. و چون برای من شاید یک آرزو بودش که یک بار یک حساب یک کایی داشته باشم که بخوام باش کار کنم. که خب میفرمایین از موقعی که من پراپ تهیه کردم شروع کردم به سوددهی، قبول. عملا چه اتفاقی افتاد؟ دقیقا به صورت عملی توی معاملات شما چه اتفاقی افتاد که سوددهی شروع شد؟ خب در واقع پایبندی به استراتژی، اینکه بخوام مدیریت بکنم که واقعا حساب کنم که چقدر سرمایه‌ام تو خطر میفته و چقدر ممکنه بهم سود بده، تیپی گذاری، اینا همه برام تاثیر داشت. یعنی واقعا این قوانینی که گذاشتن برای پاس کردن چالش خیلی برای من نوعی به شخصه خیلی مفید بود، خیلی
لازم بود برای من. خب به هر انسانی یک شخصیتی داره. من خودم به شخص این حالتیم که باید همیشه یک اهرم فشاری روی من باشه تا من طبق یک قواعد و قوانینی حرکت یه کنم. کنترلگری باشه. دقیقاً. به این همین ثابت میکنه که دانش شما حرف نداره، شما بلدی، مسلطی به اون بحثه. یعنی از لحاظ تسلط به دانش تکنیکال ایرادی ندارین که هیچی، خوبم هستین. وقتی که شما میگین که من بعد یه هفته میشستم وین ریت تحلیلامو بررسی میکردم این همش درسته، یعنی اینکه درجه یکی نقطه ورود درست، استاپ درست، تارگت درست، منتها به قول شما یکی باید باشه که تحت فشار بذاره توی سکنج رینگ که بتونی به همون مسئله که بلدی عمل کنی. نقطه ورودام ایراد داره، چون من خیلی زود وارد معامله میشم. یک مقدار صبرم کمه. احساس میکنم به اینجا اگه ورود بکنم سود بیشتری میگیرم، ولی از وقتی پراپ شرکت کردم نقطه ورودام کنترل بهتری داره. چطوری؟ قبلا این حالتی نبود. الان بهینه تر میکنم نقطه ورودمو. تایید بیشتر میگیری یا بیشتر منتظر میمونی؟ بیشتر منتظر میمونم تا به اون نواحی که میخوام برسه، تا اون چیزی که میخوام و باید ببینم و ببینم. میشه به منم ذهنیت بدین که چی میبینین تو چارت؟ دنبال چین؟ وقتی میگی نواحی که باید ببینم یا اون تاییدی که باید بگیرم و چیه تاییدتون؟ چیه نواحیتون؟ چه شکلیه تحلیلتون؟ میشه به منم یه یادم بدین، اصلا بهم یاد بدین؟ خواهش میکنم. من اول نواحی عرضه و تقاضا رو مشخص میکنم روی 4 ساعته، 1 ساعته و 15 دقیقه. بعد واکنش ها رو به اون نواحی نگاه میکنم و طبق استراتژی FTB STB First Time Back رو سعی میکنم بیشتر دنبال اون نواحی بگردم. بعد QM هم با QM خیلی راحت تر کار میکنم. آخه QM خیلی کم اتفاق میفته، زیاد نیست که، ولی خوبه. وقتی که اتفاق میفته خوبه. آره. بعد چه نمادی انتخاب کردیم برای ترید؟ من یورو به دلار هستش، طلاه و دلار کانادا به دلار آمریکا. بعد هر ستاش مساوی یا کدوم بیشتر کدوم کمتر؟ هر کدوم که داد، هر کدوم که شد؟ بیشتر روی دلار کانادا به دلار آمریکا. دلیلی هم داشتین انتخابتون یا صرفا بیشتر میفهمین چارتشو؟ بیشتر میفهمم چارتشو. طلا خیلی هیجانیه، ممکنه سود خیلی خوبی بده ولی در کنارش ممکنه ضرر خیلی. بله، زبون خاص خودشو داره. بعد چه تایم فریمی رو انتخاب کردین استفاده میکنین؟ 5 دقیقه. تایمای بالاتر پایین ترش هم میبینین یا فقط 5 دقیقه؟ نه، تایمای بالاتر هم البته فرمودین 4 ساعت، 1 ساعت، 1 ربع برای رسم نواحی استفاده میکنین، ولی در کل نواحی که رسم کردی تموم شد یا هی دوباره یه نیم نگاهی داری بهشون؟ نه، مدام نگاه میکنم. یعنی توی چارت هم دقیقاً 4 تا چارت باز شده است، نواحی مشخص شده است، توی 5 دقیقه منتظر تایید است. پس تایید و ورود رو از 5 دقیقه میگیرین. استاپ و تی پی رو توی کدوم تایم میکنین؟ تارگت و تی پی رو توی 5 دقیقه. اونم باز همون. پس هم ورود، هم استاپ، هم تارگت، همه توی 5 دقیقه. معمولا ریسک به ریوارداتون چجوریه؟ چه شکلیه؟ چند به چنده؟ سعی میکنم بیشتر 1 به 2 بگیرم، ولی چون اون ترسه همش در من هست 1 به 1 رو قناعت. آره. امتحان کردین ست هم فورگت کنی؟ معامله رو ست کنی، ببندی، بری پی کارت. یعنی ورود بکنی به معامله، بعد استاپ و تی پی رو بذاری، دیگه دست نزنی، ببندی لپتاپ، بری دنبال یه کار دیگه که حالا بعداً هر کی شد هر چی که شد. اون وقتی که اون حسابای ریل رو داشتم آره جوابم میداد. جواب میداد، ولی باز نمیذاشتم به تی پی برسه. انقدر که استرسشو داشتم هی میومدم نگاه میکردم بعد میبستم. پس ستم فورگت عملی نبوده، زبانم بوده. دقیقا. ولی و این همش بابت اون شکستایی بوده که خوردم دیگه، اون ضررهای. حالا شاید توی این سوددهی باشم، شاید که
اون ترس از بین بره. ببین حالا من چند تا راهکار داره، نمیدونم هر کسی برای هر کسی یکی از این راه حل جواب میده، نمیدونم تو کیس شما کدومش بیشتر بهتر کار بکنه. چند تا پیشنهاد به عنوان یه کوچیکتری که بیشتر تونستم دیدم شنیدم. چند تا راهکاره. یکی اینه که یه حسابی رو ندید بذار، یعنی یه حساب اضافی زاپاس همینجوری الکی تهیه کنین، نیست اصلا این، فکر کن وجود نداره. بعد با این دیدگاه روش کار کنین که من کل این حسابو گذاشتم برای ضرر، هر ضرری هم اتفاق بیفته اصلا مهم نیست، بی خیال، فدا سرم، فدا یه تارمون. این یه راهشه. بعد یکیش هم که واقعا ستم فوریت کنین. درسته که اینکه پای معامله باشی با حرکات چارت تصمیم بگیری که شاید خب چارت داره بهم سود بیشتر میده، چرا نباید بگیرم؟ چارت ممکنه که دیگه جهتش عوض کرده داره میره ضرر، چرا باید منتظر باشم تا فلان جا بره استاپمو بزنه، بذار زودتر ببندم. درسته اینا ایدئال ترش هستم، منتها خب ایدئالگرایی اضافه است به نظر خود من. شما تو قدم اول وقتی که یک بار تحلیل میکنی با بر اساس حرکات قبلی تا کنون چارت، نقطه ورودت رو مشخص میکنی، نقطه خروجت هم زیر یه مینوری میخوای استاپ بذاری، یه جایی هم میخوای تارگتت رو بذاری مثلا سر مومنتوم مثلا دیگه، همین چیزایی که معمولا اکثر اوقات همین اتفاق میفتن. اینو ست کن. بعد حالا مثلا تارگت هم از سر مومنتوم یه مقدار نزدیکتر هم بذار که احتمال خورده شدنش هم بیشتر باشه، نری برگردی دلت بسوزه که ای دل غافل رفته از نزدیکیش برگشته مثلا. بعد ببند لپتاپو، یه کار دیگه اون گردش، اصلا برو سرتو به کار دیگه مشغول کن. بعدن فرداش اصلا یعنی چند ساعت بعد که مطمئنی، یا اینکه روی گوشیتون یا روی سیستم دیگه یه چارت دیگه که به اون حساب وصل نیست رو داشته باشین، چک کن قیمت اینجا رد شد اونجا رد شد، دسترسی نداشته باشین دیگه. اگه خیلی استرس داشته باشه مگر همینم توصیه نمیشه. ببن بیخیال امتحان کنین و مطمئنا خیلی جواب میده، چون به ندرت هستن معاملاتی که مثلا نیاز تارگتش یا اسلش رو جابجا کنیم، اونقدر زیاد اتفاق نمیفته. معمولا وقتی تحلیل درسته، هر تحلیلی که کردی همون اتفاق میفته، مخصوصا توی چارتای جفت ارز، حالا یو اس دی کد معامله میکنی، یورو یو اس دی معامله میکنی، اینا معمولا پایبند به اون تحلیلشون، معمولا آنه که همیشه کل بازار که 60 به 40 هست اون هیچی. حالا وقتی که بر اساس تحلیل ما هم هست، بعضا اتفاق میفته که یه نیازه که جابجا کنیم استاپ و تیپی رو، اونم باز با تحلیل، یعنی کاملا خیلی دیگه طرف اشراف داشته باشه، خیلی سلطه داشته باشه به بازار، هیچ گونه تأثیر روانشناسی نگیره، کاملا منطقی و رباتگونه بیاد قضاوت درست انجام بده، تغییر بده جای استاپ رو، تغییر بده جای تیپی رو. این میشه بعد خیلی سال کار، یعنی این میزان از اشراف مال خیلی بعد هست. ستم فورگت یعنی خیلی اعصاب آسوده تر براتون داره، تایم بیشتر براتون داره، حال بهتر داره، کیفیت پوست بیشتر داره، همه چی، یعنی هر چی که بگی اصلا این داره. بعد و خیلی هم توصیه میشه و باعث میشه که بیشتر بتونی دوام بیاری تو این بازار، چون هر چقدر که شما اعصابت خوردتر بشه زودتر زده میشی، زودتر پس میزنه شما رو چارت، زودتر باعث میشه که تسلط تو از دست بدی، باعث میشه که نتونی اونطور که واقف و حرفه‌ای داشتی میدیدی چارت رو میتونستی بخونی، زبان چارت رو متوجه میشدی، اگر اون تنش و استرس ها بهت وارد بشه یه موقع میبینی که دیگه اون تسلط رو نداری، ذهنت اون کارایی رو از دست داده. به خاطر همین سینوسی بودن، اون دوری و دوستی بهتره، یعنی فاصله بگیری دوباره برگردی، فاصله بگیری دوباره برگردی، دفعه بعد که میای راحت‌تر میتونی چارتو بخونی. بعد جانا همین حساب قبلی پراپی که داشتم وقتی به ضرر رفته بود دقیقا همین روش رو انجام دادم، چند تا از معاملاتی که باز کردم چون اون حساب دیگه از دست رفته بود، فقط دوست داشتم باهاش کار کنم ببینم تا کجا میتونم برسونمش. من روز اول حسابو به $300 رسونده بودم، یعنی اینقدر معاملات خیلی بدی باز کرده بودم. حساب $1000 رو به $300 رسونده بود. آره به خاطر اینکه من اشتباهی که کرده بودم وقتی که اومدم چارت رو باز کردم با لپتاپم، اشتباهی کد اینوستر رو گذاشتم، کد ورود خودم نذاشتم و نمیتونستم معامله رو
هندل کنم و معاملات رو با گوشی انجام میدادم. به خاطر همین اون به هم ریختگی روان باعث شده بود کلا حسابو به اونجا برسونم. نمیتونستم معاملاتمو هیچ جوره کنترل کنم. ای بابا. بعد همش دنبال این مشکله بودم که بدونم چرا کار نمیکنه، چرا حسابمو نمیتونم با نگفتن بچهای لپتاپ پشتیبانی کنترل. راهنماییتون نکردن؟ به پشتیبانی چیز نکردم، تماس نگرفتم. توی اینترنت گوگل زدم که مشکل چیه، چرا نمیتونم با متا تریدری که تو لپتاپ هست کار کنم، که بعد متوجه شدم که مشکل از کجاست. ولی خب حسابو دیگه از دست دیگه داده دیر شده بود نوشدارو بعد مرگ سهراب. ولی خب اون حسابه رو دوباره که باهاش کار کردم تونستم به 700 تا برسم. حساب 300 تایی رو تونستین 2.3 برابرش بکنین تقریبا. بله. تو چه مدت؟ هلوش 10 روز. تو 10 روز. چه شکلی معامله میزدین اون موقع؟ استاپا همه مشخص، ریسک قطعا زیاد میکردین. فکر کنم هر 5% 10% هر معامله احتمالاً چیز داشته، استاپ داشته. بیشتر مارتینگل کار کردم باش. آها. مارتینگل رو نمیشه تو حسابای کوچیک راحت زد. شانس آوردین که اونجوری شده عملا. خطرناکه. یعنی تو حسابای بزرگ میشه، اونم خیلی دست به عصا و یعنی واقعا خطرناکه، بی‌طرف خطرناکه. ولی خب یه راهشه دیگه، یه راهیه که قطعی همیشه جواب میده، اصلا امکان نداره جواب نده. همیشه با قطعیت 99.9% جواب میده. اون 0.1% اگه جواب نده کال میکنه، هیچ احتمالی که کم ضرر بزنه و فلان نداره مارتینگل. دقیقاً. و این به اون بستگی داره که معامله اول با چه حجمی ورود بکنم. بله که بله. بعد معامله دوم و سوم که حجمش بالاتر میره، خب قاعدتا میره توی سود. آره. بعد چون چند مدل مارتینگل داریم، اینو میخوام بپرسم که بحثمون شفافتر باشه. به نظرم این سبک مارتینگلی که شما میفرمایی معاملات جهت معکوس همه دیگه. مثلا یه لات بای میگیری، بعد با یه فاصله یه لات دو لات سل میگیری، درسته؟ نه. آها، پس میانگین کم میکردی، یعنی یه لات بای میگیری، بعد دو لات دوباره بای میگیری، بعد دو لات دوباره، سه لات، چهار لات دوباره، هی حجمو بیشتر میکنی ولی در همون جهت. در نهایت تا 3 تا معامله باز میکنم، بیشتر از اون باز میکنم. بله. یه سبک مارتینگل داریم، مارتینگل ریورس مارتینگل یا مارتینگل هج، که بیشتر کردن حجم در جهت عکسه، که این ته ریسکه. آره این هم گفتم دیگه، همین که گفتمه، با یه فاصله مثلا بای داری میره پایین سلش میکنی، بایه رو نگه میداری، با یه حجم بیشتری سل باز میکنی و این خیلی اون میزان ریسکی گفتم اینه، خیلی خیلی پر ریسکه. بازار رنج بزنه حساب بیچاره میشه. بعد این یکی هم دوباره با یه استدلالی، حالا به شرطی که اون حجم اول چقدر باشه، فواصل چقدر باشه و الی آخر، ممکنه که گاهی جواب بده. خب بیشتر وقتا اون نواحی که میدونم، مطمئنم تقریبا که برمیگرده، دقیقا همون نواحی مارتینگل میکنم. میدونم که آره دقیقا یا میخواد پولبکی بزنه یا اصلاحی بکنه اگه من حالا در جهت خلاف روند ورود کرده باشم. بنابراین با مارتینگل کردن میتونم یا سر به سر کنم یا حداقل میزان ضررم کمتر کنم. الان این حسابی که من برداشت اول دادم 50% افزایش سرمایه. آره. افزایش سرمایه دقیقاً. باز باید 10% همین مثلا 1500 تا رو پاس کنم تا بتونم برداشت کنم، درسته؟ بله دیگه. به این $1000 بود، شما 10%ش که میشه $100 سود کردین، بعد اون 50-50 تقسیم شد، حساب شد $1500. 50% افزایش سرمایه خورد. الان 10% $1500 که میشه $150 سود میکنین، دوباره 50-50 تقسیم میشه 75 تاش مال شماست، بعد حساب میشه 2250 تا، دوباره 50% افزایش سرمایه میخوره. بعد دوباره 10% 2250 که میشه $225 باید سود کنین که 110 و خورده یا $112 سهم شماست، تقدیم میشه و دوباره افزایش سرمایه میخوره، میشه $3300 و الی آخر تا $10 میلیون در خدمتون هستیم. این شکلی زیاد میشه، بیشتر میشه. حالا مثلا این چرخه رو خودم بخوام تا یه حدی رو نگه دارم، امکانش هست یا مثلا 5000 تا داد یا 10000 تا رسید دیگه نخوام افزایش سرمایه بدم؟
میتونین ولی آخه چرا؟ به حساب بیشتر روانی زیاده برای ضررش. آخه سودش هم بیشتره، حیف نیست. یعنی اصلا پوینت حساب پرو تریدر اینه که فوری زیاد میشه، یعنی بتونی چند تا برداشت بزنی فوری زیاد. دقیقا به خاطر همینه که محبوبه و دوست دارن تریدرامون اینو تهیه میکنن، چون با چند تا برداشت فوری زیاد میشه. بعد وگرنه چون تقسیم سودش 50-50 است، ممکنه که بگن که مثلا تقسیم سود تک مرحله‌ای مثلا 2 مرحله‌ای 80% 90%، این 50% من دوست ندارم. ولی به قدری فوری و سریع زیاد میشه که این 50% خیلی بیشتر میچربه به اون 80-90%، و اصلا به خاطر همینش دوست دارن تریدرامون. بعدش هم که بار روانی اون موقعی که خب هزینه کرده باشه، درسته شده $15,000 مثلا، خب برای هزینه نکردی که بابتش، برچی که رفتم که رفت فدا سرت. ولی نمیره وقتی که این دیدگاهو داشته باشی که من هزینه ای نکردم اگه رفتم فدا سرم، این همین عبارت باعث میشه که نصف بیشتر فشار روانی برداشته بشه و حساب خیلی ایمن‌تر، پایدارتر رشد بکنه. فکر میکنم بهش. بعد یه کار میتونین بکنین، معمولا توصیه میکنیم به تریدرامون، شما مثلا الان برداشت زدی 1000 شده 1500، خب یه چند روز توی دموی $1500 معامله کنین، چشتون دستتون عادت کنه، بعد بیاین روی اون موقع هم که مثلا 10,000 ایشالله شد 15,000، دست نزنین یه چند روز، یا بهتر از اینه که حساب از دست بدید. خب ضرر نکردن یه قسمت بزرگی از سود کردنه. چند روز معامله نکنین، بعد که روی حساب دموی 15,000 تایی چند روز معامله بکنین، چشمتون دستتون به لاتج و به محاسبه ریسک و به درصدا و به عددا که عادت کرد، بعد بیا روی این بزنین. بعد یه مدت دیگه عادت میکنی که عددو نبینی، حسابو نبینی، حساب مثلا $1,000,000 باشه یا $10,000 باشه فرقی نکنه برات. کم کم عادت میکنی که فقط درصد، یعنی میزنی تو ماشین حساب یه درصد، آقا من میخوام 0.5% ریسک کنم برای معاملم، میخوام 1% ریسک کنم برای معاملم، برای این حسابو اینقدر پوینت فاصله، اینقدر پیپ فاصله میشه، اینقدر لاتو وارد میکنی، معامله رو میگیری، اصلا نمیبینی که پایین چه عددی نوشته. کلا فارغ از هر چیزی فقط درصد ملاکه. باش بهش فکر میکنم. مرسی. ما در خدمتیم، هرچی که دستور بدیم برای ما فرقی نداره، ولی خب دوست داریم بهانه داشته باشیم که حساب سنگین‌تر دست شما باشه. مرسی، لطف دارین. و اینکه همچنان بعد از 5 روز معاملاتی برداشت انجام میشه. بعد حساب پرو تریدر هیچ محدودیت دیگه ای نداره، هر 5 روز معاملاتیش که پر شد به شرطی که تارگت خورده باشه میتونه برداشت بزنه. ممنون. زنده باشین. خانم لنگرودی، به نظرتون فنفیکس چیش بده؟ فکر نمی‌کنم چیز بدی داشته باشه. گوشه کنارای ذهنتون رو یه ذره جستجو کنیم، به نظرتون چه انتقادی میتونه وارد باشه؟ میخوایم کشف کنیم، اصلاح کنیم. والا شاید تنها چیزش این باشه که چون صرافی‌های ایرانی خیلی قابل اعتماد نیستن، چون واریز و برداشت از تاپ چنج که انجام میدیم، واریزی که از تاپ چنج انجام میدیم، یه کاش بشه برداشتم از تاپ چنج انجام بشه. انجام میدیم، چشم، این آپگرید هم اعمال میکنیم. اینم خوبه. بله حتما. مرسی. خیلی خوب. نصیحتی برای بقیه تریدرها دارین که از این تریبون بخواین اعلامش کنید؟ والا خودم رو در اون حدی نمیبینم که بخوام نصیحتی بکنم، چون فکر میکنم بچه‌هایی که میان و چالش ها رو پاس میکنن همشون خیلی خوبن و نیازی نیست من بخوام شاید یه نصیحت نکته خاصی، اولا که شما یه قسمت اعظم راهو رفتین و تونستین به سوددهی برسین از خیلی خیلی جلوتری. اینو اگه نمیدونین بدونین، شناخت از خود خیلی مهمه. نمیخوام اعتماد به نفس کاذب داده باشم، ولی خب یه حقیقتی که وجود داره و بابت همینم تبریک عرض میکنم من بهتون. این اولا. ثانیاً هم که خب اینو در نظر داشته باشین شاید یه نکته توی کلام شما باشه که یه کسی بتونه یه چراغ توی ذهن یکی روشن بکنه و باعث بشه اونم به سوددهی برسه.
والا من خودم به شخصه هر چی که دارم از دوره 0 تا 1000 دارم، یعنی تمام اون چیزی که باید یاد میگرفتم و از همین دوره 0 تا 1000 استاد آهنگری یاد گرفتم. یعنی به نظرم کامله همه چیزش، هم مبانی تکنیکالش کامله، هم مبانی فاندامنتالش توضیحاتشون کامله. همین که اون چند قسمتی که در مورد مباحث روانشناسی صحبت کردن به نظرم خیلی کمک کننده تر بوده نسبت به بقیه قسمت ها. بچه‌هایی که دوره 0 تا 1000 رو می‌بینن و میخوان شرکت کنن توی پراپ یا حالا ترید انجام بدن، به نظرم حالا که دوره 0 تا 1000 رو چندین بار می‌بینن ولی اون قسمت‌های روانشناسی رو به نظرم بیشتر ببینن. بعد از هر ضرری که میکنن به نظرم باید دوباره اون قسمت‌ها دوباره دیده بشه. درسته، کاملا درسته. بله، کاملا توصیه به جاییه و ایشالا که بشنون و عمل کنن. انشالله. ممنون بابت وقتی که گذاشتین خانم لنگرودی. خیلی ممنونم از شما و تیم بسیار خوب و قویتون، از پشتیبانی فوق‌العاده بالاتون و این فرصتی که در اختیار من نوعی گذاشتین که بتونم مهارت‌های خودم رو تست کنم و بتونم به سوده‌ای برسم. سلامت باشین، زنده باشین. ما ممنونیم از شما که هستین. سلامت باشین.